سلام، این جانب امشب تولدشه، شب تولدشه. فردا صبح میخواد تنهایی بره سفر. اون جایی که میخواد برای اقامتگاه بومگردیه اونجا رو رزرو کرده، ولی نه بلیط گیرش اومده، نمیدونه چی باید جمع کنه و تازه میخواد شروع کنه. و دوستاشم خبر ندارن که میخواد بره سفر، فقط خانواده میدونه. و بریم ببینیم چی میشه. اولین تجربه که قرار تنهایی برم سفر. خب قسمت قشنگ ماجرا تازه شروع شد. من با یه همسفرهای خیلی پایه و یه راننده پایه تر داشتم میرفتم به سمت ترمینال تونکابون که تا اونجا زدیم و رقصیدیم و از مگوترین چیزها حرف زدیم و کلی خاطره تعریف کردیم. بعد کلی بزن و برقص رسیدیم هتل قو و برج‌های عظیمیه. اومدم واسه تولدم برای راننده و مسافرای کیک بخرم. الان تو تاکسی هستیم، داریم میریم تونکابون و من در ماشین دارم تولد میگیرم با دوستای هم مسیرم و آقای مادرشوهر، خواهرشوهر جاری هیچ خبری هم. آرزو کن. اینجا تو دلم دارم میگم 1 2 3 بعد فوت میکنم. الهی بگردم برای خودم. رسیدم ترمینال تونکابون و گفتن عمو کریم اونجا منتظرته و دیدم عمو کریم با این پیکان خفن اومده دنبالم. همطور که ملاحظه میکنین اینجا هم یه دور تولد بازی و قر و قمیش داشتیم دیگه. هم ماشاءالله پایه. عمو کریم مال روستا زندگیه، همون جایی که من قراره برم داخلش و بیشتر با اونجا آشنا میشین. اونجایی که نمیدونم آهنگایی توی ماشین کپی رایت میخوره یا نه، پس من خودم براتون میخونم. امشوشوش لیفک لیلیلونه، امشوشوش یارم براز جونه، امشوشوش. رسیدیم روستا زندگی. روستا زندگی یه اقامتگاه بومگردیه که هر از گاهی تو ماه کارگروه میذاره که همه آدما رو دور هم جمع میکنه، کنار هم بازی میکنن، زندگی میکنن و با هم معاشرت میکنن. تایمی هم که همه مسافرا رسیدن تایم خوبه ناهار. غذایی هم که بعد به ورود بهمون دادن سبزی پلو با ماهی بود و غذایی که من اصلا دوست ندارم. همونطور که گفتم همه ما از اقصا نقاط ایران اومده بودیم اینجا که توی این کارگروه شرکت کنیم. یه سری با دوستاشون اومده بودن، یه سری هم مثل من تنها. اینجا هم داشتیم میرفتیم به سمت اولین ورکشاپی که قرار بود توی روستای بالایی داشته باشیم، تو کلبه‌های بالایی. از تو دل جنگل قدم زدیم و رفتیم به سمت کارگاه‌های بالا. از پیش دبستانی شروع شد. بچه من این خیلی عالیه. بچه ها اومدن دیگه اینجا یهو لول اپ کردن بچه ها. بهشون میگم من کیک انتخاب کردم، شما آدم میکشی شبیه من بکش. این الان منم که تولدمه.
دست شما در نمیاد. خیلی شبیه. Hello, I'm Bob Ross. در آوردی. فقط یکم ریش داره. فقط ریشش شبیه نیست. یه رنگ زرد بده ماهاشم. اجازه گرفت یا مفهوم گرفت. ایشون فاضله، مسئول تولید محتوای روستا زندگی. هر کسی رفته بود بکنم اینجا تو اتاق خودش که یکم استراحت کنه، لباسش عوض کنه، چون قرار بود دور آتیش جمع شیم و بعدش هم که دیگه شام فرهاد شام. اینجا هم دور آتیش نشستیم و به معارفه گذشت، ولی انقدر تاریک بود که من صبح نمی‌دونستم که شغلش چیه، کی چند سالشه. این بخش گالری روستا زندگیه و اینها هم هنرمندای روستا زندگی هستن که دارن تمرین میکنن واسه فردا شب، چون قرار برای ما یه اجرا داشته باشن. یه عده از بچه‌ها با هم صمیمی‌تر شدن و معاشرت رو زیرشو زیاد کردن اینجا مسکه. ایشون مهساس. اینجا هنوز نمیدونستم که قراره با هم دیگه دوست بشیم. اومده بودیم پایین که با هم دیگه شام بخوریم و وای الان دارم میگم شام گشنم شد. شاممون هم سوپ بود و کوکو. بعدش هم یه سری از بچه ها تصمیم گرفتیم بریم گالری و با هم بازی کنیم. اسم بازیش هم رید پس بود. برید. آقا چرا منو ندید؟ چرا من ندید؟ خانم دارم فیلم میگیرم. شما باید بذارید این اکیپی که میبینید اول با هم دوست نبودیم و اصلا نمیدونستیم که قراره چه دوستی و رقم بزنیم. بیشتر قراره ما رو کنار هم دیگه ببینید از این به بعد. من چون من خیلی دیر با کارگروه آشنا شدم واسه همین گفتن ظرفیت نداره. من گفتم الا بالله میخوام بیام. گفتن رو دوشک میخوابی؟ گفتم بله میخوابم. تنام کردم دوشک بهم داد. تخت. خلاصه این داستان ادامه داره، پس منو سابسکرایب کنید و منتظر ویدیوهای بعدی باشین. فعلا